جناب سید اکرم طاهری قرائت می‌گردد. جناب طاهری. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سپاسگزار هستم از اینکه خواهران و برادران زیادی در اینجا اشتراک کردن به خاطر سالیاد و ارجگذاری و خون شهدایی که به خاطر عدالت و برابری اجتماعی در کشور خونهای خود فدای کشور و میهن مردم کردن. جا دارد که از همه سپاسگزاری کنیم. در نخست صحبت ما قراره که دوستان در جریان است. ما چند نهاد خارجی دیگر هم دعوت کرده بودیم که متاسفانه وقت برنامه ما تغییر هم کرد و کوتاه بود، اینا نتوانستن بیان. ما خودم سفیر صلح فدراسیون جهانی صلح هلند هم هستم که و نمایندگی از اونا به خاطر 1 دقیقه پیام شفاهی روان کردن و خودشان در لندن بودن، نتونستن اشتراک کنن که اونها هم حمایتشان را از جنبش های عدالت خواهی در کشور و جنبش ها و شخصیت هایی که در راستای تحقق عدالت اجتماعی و آوردن صلح در کشور مبارزه میکنن در افغانستان و بسا کشورهای دیگری پس از جنگ اونا حمایت و پشتیبانیشان اعلام کردن و خواستن که امیدوار به این بودن که بتانن در برنامه‌های آینده‌ای که در ارتباط همچون مسائل برگزار میشه اشتراک داشته باشن. البته در چندین برنامه اینا که در برنامه‌های مختلف بود اشتراک کردن و پیام‌هایشان را پیام‌های رسمی خود را بیان کردم و من من حیث سفیر فدراسیون جهانی صلح هلند نظریه بود که خاطرتان تقدیم کردم که جنبش‌های ما جنبش‌هایی نیست که تنها منحصر به افغانستان باشه و نهادهای بیشتر خارجی و جهانیانی که واقعا عدالت‌خواه و آزادی‌خواه هستند از جنبش‌های ما در داخل کشور و از مبارزاتشان حمایت و پشتیبانی میکنند. فدراسیون جهانی صلح در اکثر فعالیت‌ها به خاطر آوردن صلح و عدالت اجتماعی و حقوق بشری در بیش از 100 کشور جهان فعالیت دارند و بخصوص کشورهای پسا جنگ که یکی از شعبه‌هایشان در ارتباط به افغانستان ارتباط میگیره و این شعبه‌شان افغانستان بیشتر و بهتر از بعض خود ما و شما میشناسند به خاطر که اونها از زمان تجاوز قشون سرخ در افغانستان در ارتباط با مجاهدین با اونا کمک میکردن و بعد از اون مقاومتی که در برابر دهشت افغانان و تروریستان بین المللی و درونی صورت گرفت با اونا همکار بودن و در دهه دموکراسی عملا در داخل کشور فعالیت‌های مؤثر رفت در ارتباط به عدالت اجتماعی، تحقق و تأمین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی و مساوات برادری بین همه اقوام افغانستان جد و تلاش و کوشش‌های زیادی را انجام داد. به این ارتباط خواستم که پیام شفاهی که مرا مسئول دانستن که البته براتون برسانم امور خواستم براتون بگویم و سپاسگزار از جنبش رستاخیز تغییر که مرا بالای ما اعتماد کردن و پیامی را که از طرف برادر بزرگوار ما اسلم سلیم به ما فرستادن ما با پیامشان به خوانش میگیم. برام خداوند جان و خرد که از این برترش اندیشه بر نگذارد. جنبش رستاخیز تغییر جنبش مردمی مستقل و تغییر طلب مردم افغانستان است. این جنبش ممنون همکاری دادخواهانه، عدالت طلبانه و تغییر طلب تمام اعضای خود در کشورهای خارجی و در داخل کشور است. جا دارد در نخست از مبارزه و همکاری شما نخبگان
و روشنفکران سپاسگزاری کنیم که همواره در کنار مردم هم بوده اید و از جریان‌های عدالت خواهانه و تغییر طلب حمایت کرده اید. با اعتماد و باور راسخ باید گفت که جنبش رستاخیز تغییر همیشه شما را در کنار خود خواهد داشت و در امر پاسداری اعتماد شما و مردم افغانستان گام خواهد داشت. از طریق همین پیام رستاخیز تغییر ممنون و سپاسگزار تمام شما نخبگان عدالت دوست و تغییر طلب است که با درک مسئولیت‌های تاریخیتان از شهدای رستاخیز تغییر، شهدای عدالت و شهدای آزادی و آرمان‌های خودتان یادبود داشته اید. ما پاسدار سودای سربالا و اعتمادتان خواهیم بود و به هیچ صورت تسلیم زر زور و معامله نخواهیم شد. تا رسیدن به تغییر و نهادینه شدن اهداف رستاخیز تغییر همرزم با شما مبارزه خواهیم کرد. هم میهنان گرامی و آزاده، پس از حادثه خونین چهارشنبه شهروندان افغانستان به منظور دادخواهی در تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی خواهان اصلاحات و تأمین امنیت شدند. حکومت افغانستان به جای پاسخ دادن به اعتراض شهروندان تظاهرات مدنی مردم را به گلوله بست. همان بود که به منظور دادخواهی شهروندان معترض اعضای تظاهرات مدنی چادرهای اعتراضی خود را در کابل فراز کردند تا قاتلان و معترضان به چنگال قانون سپرده شوند و خواستهای جنبش رستاخیز تغییر نهاده نگردد. حکومت افغانستان دوباره با برچیدن چادر خیمه عدالت خواهی دوست رستاخیز تغییر را با چین تانک و گلوله شهید ساخت و 27 تن دیگر را مجروح کرد. در مجموع 8 تن اعضای رستاخیز تغییر شهید و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند و حکومت افغانستان نشان داد که بدتر از معمر قذافی و موسولینی در برابر اعتراض شهروندان عمل کرده است. در واقع آقای عبدالله و آقای اشرف غنی عاملان قتل شهدای رستاخیز تغییرند و از دیکتاتوری و استبداد در برابر رستاخیز تغییر کار گرفتند. رستاخیز تغییر همواره روی نهادینه شدن و عملی شدن موارد زیرین تاکید کرده است و تا نهادینه شدن و تغییر و اصلاحات در ساختار دولت و مبارزه اش ادامه خواهد داد. قابل یاددهانی است که این جنبش مستقل بوده و به هیچ گروه سیاسی تعلق ندارد. خواستهای جنبش رستاخیز تغییر: نخست، برکناری رئیس جمهور و رئیس اجراییه. دوم، برکناری و محاکمه مشاور شورای امنیت، رئیس امنیت ملی، وزیر داخله، فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پلیس کابل. 3. نهادینه کردن اصلاحات در نهادهای امنیتی. 4. محاکمه و مجازات قاتلان شهدای رستاخیز تغییر. 5. تجدید راهبرد مبارزه علیه دهشت افغانی و تروریسم. 6. غیرسازی نهادهای امنیتی و مبارزه علیه ستون پنجم. 7. پایان دادن به شونیسم سیاسی و بی‌عدالتی در دولت. اینها مواردی اند که جنبش رستاخیز تغییر تا نهادینه شدن و عملی شدن آن مبارزه پیگیرانه خود را ادامه خواهد داد. باید گفت که تا به اکنون رستاخیز تغییر از توطئه ها و دسیسه های گوناگون عبور کرده است و به لطف و مرحمت و همکاری و حمایت مردم همچنان
استوار و با صلابت است. همکاری شما نیاز جنبش رستاخیز تغییر بوده و ما مرهون شما خواهیم بود. از طریق این متن می خواهیم تعهد کنیم که این جنبش ادامه خواهد داشت و متعهدانه برای مردم در کشور خدمتگزار خواهد بود. همچنان تعهد داریم تا از اعتماد وجدان جمعی و تاریخی ملت خود صیانت کنیم. اینکه شما مانند ما در صف مبارزه و عدالت طلبی قرار دارید، چنین شکوهی ما را بر تارک تاریخ خواهد رساند. واقعیت امر این که ما با استبداد و تمامیت خواهی در قالب دموکراسی قرار داریم و چنین روزگاری نیازمند مبارزه پیگیر و مشترک ما و شماست. رستاخیز تغییر تا نهادینه شدن تغییر و رسیدن به اهداف خود نمی ایستد و با توان و نیروی زوال ناپذیر شما به مبارزه دادخواهی ادامه خواهد داد تا گردن کج تاریخ راست گردد و شاهد جامعه باشیم که در آن عدالت، برابری و شهروند بودن سهم همه انسان‌های آن باشد. رستاخیز تغییر از شما و با شماست و با مشوره و خرد جمعی تا رسیدن به اهداف سازنده سیاسی و مردمی خود ادامه خواهد داد. یک بار دیگر از همه شما نخبگان و فرزانگان کشورمان که در کنار و صف مبارزه علیه بی‌عدالتی و تمامیت خواهی با رستاخیز تغییر هستید سپاسگزاریم. فرصت محاسبه با جلاد تاریخ، با استبداد و یک سالاری ابدی است. رستاخیز تغییر، دفتر مرکزی کابل. ما پیش از اینکه پایان بتم صحبت‌های ما جا دارد که از مرکز فرهنگی فیض محمد کاتب و برادرانی که خواهرانی که در رأسی قرار دارند سپاسگزاری کنم که با برگزار کردن چنین محافل همیشه تلاش و زحمات زیادی نکشتند. خداوند به همراهتان باشد با امید روزی که عدالت اجتماعی، برابری و حق شهروندی در افغانستان نهادینه شود و هیچ قومی و هیچ کسی نسبت به مذهب و فکر و زبان و نژادی که دارد مورد تبعیض قرار نگیرد و من الله توفیق. با تشکر از جنبش رستاخیز تغییر که از کابل پیام به مراسم گرامی داشته شهدا در هلند ارسال نمودند که توسط جناب سید اکرم طاهری قرائت کردید. ما در این برنامه‌های خود همیشه از اشعار مرد مقاوم و مبارز و آزادیخواه بزرگ قرن شهید سید اسماعیل بلخی بزرگ یاد کرده ایم. در روزهای گذشته در آستانه 49مین سالگرد شهادت مظلومانه اسوه پایداری و مقاومت شهید علامه بلخی بزرگ قرار داشتیم. یاد می‌کنیم از این مرد استوار پایداری و آزادی خواهی. در پیچ و شکنج نومید نباید شد، مردانه در این وادی با شور و نوا باشید. یک روز اگر آیید بر خاک مزار ما، قرآن خدا خوانید مشغول ثنا باشید. با خرد و بزرگ قوم از مهر چنین گویید، با سید خود بلخی دایم به وفا باشید. امروز اگر طوفان بر کشتی ما افتاد، امروز در افغانستان طوفان است،
امروز اگر طوفان بر کشتی ما افتاد، ممکن که شما فارغ از غرق و فنا باشید. ممکن که شما فارغ از غرق و فنا باشید. در این قسمت برنامه قطعه شعری داریم که توسط جناب محترم نورالله وثوق قرائت می‌گردم. جناب آقای وثوق. به نام آن که هستی نام زودست. باز تشکر از برگزار کنندگان این محفل. موقعی که وارد این مرکز شدم اسم فیض احمد کاتب را دیدم. دو بیتی ساختم، دوتا رو تقدیم میکنم و سپس قطعه شعر دارم به مناسبت های مختلفی که در اینجا مسائل مطرح شد خدمت عزیزان عرض می‌رسم. سخنگوی صدای دیده کاتب، سخنگوی صدای دیده کاتب، بساطی حیله را برچیده کاتب، به ریش دشمن اندیشی دل الی روز ابد خندیده کاتب، علیه یورش گرداب کاتب، زده سیلی به روی خواب کاتب، مجهز با سلاحی گرم دانش و جنگ دشمن آداب کاتب. آه شکسته در دل اخگر شناور است، آه شکسته در دل اخگر شناور است، در هر کرانه جیغ مکرر شناور است.